دولت باید از اختطاف، فروش و قاچاق اطفال جلوگیری نماید. وقتی کودک مورد تجاوز قرار میگیرد، حیثیت و شرافت انسان پامال می شود. والدین یا سایر سرپرستان کودک باید در حد توان و امکانات شرایط زندگی مناسب را برای شکوفایی توانایی‌ها و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک فراهم آورند. ماده 27 بندهای 1 و 2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک. اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف. ترجمه: میان فرزندانتان عدالت ورزید، همان گونه که شما نیز دوست می‌دارید در نیکی و مهر ورزیدن میان خودتان عدالت ورزند. لا تضربوا اطفالکم علی بکائهم. ترجمه: نوزادان خود را به سبب گریهشان لطوکوب نکنید.